سلام به همگی. امیدوارم حال همتون خوب باشه و از این ویدیو که در مورد وب 3 و گیمینگ هست نهایت استفاده رو ببریم. خب اول از همه میخوام بگم که از امروز قراره در مورد وب 3 گیمینگ خیلی براتون محتوا بذارم و این ویدیو قراره اولین ویدیو از این مجموعه ویدیو باشه و یه سری توضیحات مقدماتی راجع به این فضا بهتون بدم. خب اولین پروژه و مهمترین پروژه که رو شوکیس میکنیم اکسی اینفینیتی است که فکر کنم همتون باهاش آشنایی دارین اگه یادتون بیاد و یه هایپ بزرگی که سال 2021 داشت و خیلی از پلیری که اون زمان با سودی که از این بازی گرفتن تونستن خونده و ماشین بخرن و این چارتی که الان میبینید فکر نکنم مثلا چند تا کندل سبز عادی بودش. برای مثلا این روی این کندل تو این هفته 135% خورده، کندل بعدیش 116%. این بالا نوشته، این بالا چیزی میاره 135%، 116%، یه هفته درجه زده -1%، دوباره هفته بعدش 135%. خب از این بگذاریم و الان چارت رو بخوایم بررسی بکنیم. اولین حمایت و مهمترین حمایتی که بهش میاد این شادو هستش که از اینجا بگیریم تا اینجا محدود 1.8 میده به ما تا محدود 2.5. حالا اینجا یه وانتی هم داره رد میشه، امیدوارم صداش ویدیو نیاد. حالا اگه بخوایم مقاومت و خط روند مقاومتی براش بکشیم، همچین چیزی میتونیم ازش بکشیم که مقاومت و تارگت $7.5 به ما میده. و حالا فیبوناچی ابزارهای دیگه هم میتونید استفاده کنید، ولی خب نمیخوام زیاد وارد بحث تکنیکال بشیم، ولی خب من اینم براتون بکشم. مثلا اولین تارگتش $5.5 و $10 است واسه سبک فیبوناچی. و خب یه سری شاید بگن که این پروژه مثلا شاید داره از بین میره یا اینکه خیلی ریخته و وضعیتش خوب نیست، ولی خب در حال حاضر هنوز آل سیزن خاص اتفاق نیفتاده بخوام بگیم این چرا نرفته بالا. خیلی از پروژه هستن که هم معروف و هم خیلی بزرگه و هنوز نرفتن بالا. برای مثال پروژه دات هست که از $55 ریخته و هنوز زیر $5 و میبینید که اینجا داره رنج میزنه. یا مثلا پروژه ایار هم از محدود $90 ریخته الان زیر $7 هنوز. یا میمکن معروفی مثل شیبا هنوز داره تو این کف رنج میزنه. ولی از نظر من این چارت پتانسیل این که توی 2026 یه حرکت خیلی شارپ داشته باشه مثلا برای مثلا همچین حرکتی خیلی زیاده. چرا همچین حرفی رو میزنم؟ چون سال 2026 قراره این پروژه بازی جدید MMO به اسم اتیو لگسی بده و اولین پلی تستش هم ماه دیگه برگزار میشه. پلی تست یعنی نسخه بتا، ولی نسخه اصلی که برای همه قابل دسترس خواهد بود 2026 و این میتونه جرقه و یه هایپ جدیدی رو ایجاد بکنه. از چت جی پی تی هم پرسیدم اینجا بر اساس به اومدن بازی جدید اکسی که بهش میگن اتیو لگسی و با توجه به کف بودن توکن اکسی شاید یه هایپ بزرگ خواهیم بود یا نه، و این هم در نظر بگیر بازار الان سعودیه که اینجا توضیحاتی داده که گفته امکان یه هایپ بزرگ هستش و میتونه موجی از فعالیت کاربران و تعداد کاربران رو زیاد بکنه و احتمال صعود چشمگیر کوتاه مدت و حتی میان مدت رو براش خیلی بالا دونسته با اومدن بازی جدید. ولی خب به صورت کلی ما که قصد این که میخوایم یه توکن رو بخریم و هولد کنیم نداریم. قصد اصلی ما و دلیل این صحبت های من اینه که ما چه شکلی این توکن رو رایگان به دست بیاریم، یعنی توکن AXS یا اکسی رو به دست بیاریم که اگه همچین هایپ اتفاق افتاد برای مثال رسید به محدودهای $38 یا به سقف قبلی $170، ما یه سود خیلی بزرگی رایگان و یا با هزینه خیلی کم به دست بیاریم. و همین بازی و دنیای وب 3 گیمینگ در مورد همین موضوعه و ما قراره داخل ویدیوهای بعدی نحوه درآمدزایی از این پروژه و بازی‌هاشو براتون بذارم، چون این ویدیو نمیخوام خیلی طولانی بشه، پس همینجا نگرش میدارم و حالا به صورت عکس یا ویدیوهای دیگه براتون توضیحات بیشتری میذارم.